حضرت عثمان که مردکی غنی بود، مردکی ثروتمند بود، مردکی مالدار که بود، برادر عزیز ببین چی گفت؟ دوست می‌دارم که در کجا یک گرسنه باشد میخواهم که شکمش سیر کنم. دو، در کجا یک آدمی بی لباس باشد لباسش پوشانم. سه، همیشه میخواهم که قرآن تلاوت کنم. این جمع آوری قرآن هم در دوره حضرت عثمان شد. قرآن به یک کتاب مکمل تبدیل یافت و در بالای قرآن هم گویم کشته شد. چگونه که پیامبر نازنین گفت که تو بر آیتی فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم در همین آیت میرسی تو را به قتل میرسانند. همچنان هم حالا میگه دمو قرآن عثمانی که الله داناست در لنینگراد است یا در تشکند است، میگه در بالای همون آیت خون حضرت عثمان ریختگی است. حضرت عثمان بسیار عاشق قرآن بودن، هم کتابش کرد و هم همیشه تلاوتش میکرد. گفت سه چیز را دوست میدارم: گرسنه ها را شکمشان سیر کنم، نفرهای بی لباس لباس پوشانم و سه، همیشه قرآن بخوانم. برادرای عزیز، وقتی من در ابتدا گفتم سنت رسول الله را باید ما دوست بداریم، سنت های چاریارش هم باید دوست بداریم. پیامبر و عز و علیه بالنواجذ گفته است سنت های چاریاری من به دندان هاتون بداره، یعنی همیشه با سنت های چاریاری من باشه. خوش به حال ثروتمندای ما که بین پیروی ای حضرت عثمان میکنن. برادرها باور کنین در زمانی که حضرت عثمان حیات بود، میگه یکی اگر در یک معرکه یک نفری را میپرسیدن میگفتن زن داری؟ میگفت نه ندارم. برای چی نداری؟ خیلی کم ترک امکانیتم نیست. میگه مردم حیران میشید. میگفت چی عثمان در کجا است که این مردک بیزن گشته سای؟ الکه برادرای عزیز، عثمان از زمره نفرهای شید که حتی یک نفر اگر بی لباس میمون میگفتن چی عثمان درک نداره. اگر یک نفر بی خراکه میمون میگو عثمان درک نداره. ای کاش برادرای عزیز شما هم در همون محله های خودتان، در منطقه های خودتان ای زمره کسانی شین که تمام گرسنه ها، تمام بی لباس ها همیشه و همیشه در حق شما دعاگو باشند و شما از حال اونها همیشه خبرگیری کنید. من اینجا یک قصه به یادم آمد. میگه یک نفر در یک همسایش تق تق کرد. همسایه برآمد گفت برادر عزیز احتیاجی به 100 سامانی دارم. میگه آمد و 100 سامان برده در دست همسایه داد و گشته آمد و نزد آیلش نزد خانومش گریه کرد. زنش گفت خی گفت همون نداری و چرا مقصد میبراری میتی؟ اینا که دادیش بعد گریه را میگیری؟ یا مقصد خی همی قهینر داری چرا مقصد پولش میتی آخی؟ گریه نکن مقصد. گفته زنه من برای آن گریه نمیکنم که من او را 100 سامان دادم. من برای آن گریه میکنم که من از حال او آگاه نشده، او باید به خانه مرا نآمده باید من کاری او را بود میکردم. من از حال او باید درکدار میشدم. اینجا گریه من بر اون است که من از حال او آگاهی پیدا نکردم و او خود خسته برای مراجعت پیش من آمد. بگذار برادرای ثروتمند، خدای مهربان شما را مال داده است. شما تید وقتی که میبرین این امکانیت هم ولی مال عثمان زیادشویش امی حساب بود که میداد ایسا الله میدادش. زیرا خدا خودش گفته است انفق ینفق بته میتمت. حضرت عثمان هم این سه چیز را دوست میداشت.